با تمام احترام و آرزوی بهبودی سریع برای همسر و مردمانت، خداوند به خاطر آرزو و نیت خوبت، ای رهبری که در این روزها امثال تو کم یابند، خداوند به تو بهترین ها را عطا کند. عکس گریان رئیس وزرای کانادا به خاطر مردم کشورش. این انسانی است که در خانه کوچک زندگی می کند و دفتر کاری کوچک دارد. تمام مردمانش را از پرداخت مالیات عفو و برای مدت 4 ماه با وجود عدم خروج آنها از منزل ماهانه برای هر خانوار $2000 پرداخت نمود. این مرد با وجود درجه سرمایه زیر 0 ساعتها در خیابانها می ایستد تا از احوال و نیازهای مردم با خبر شود. دیروز از کنار باغچه خانه خود با چشمان گریان به مردم کشورش می گوید: اگر جان من باعث نجات شما می شد، خساست به خرج نمی دادم. منتظر فکر کردن نمی شدم و جانم را تقدیم شما می کردم. من وقتی شما را ناراحت می بینم ناراحت می شدم. همسر من هم مثل شما بیمار است. درد و بیماری او و درد و سختی های شما درد من و مشکل من است. اگر نتوانم راه حلی برای فرزندان وطنم پیدا کنم، خودم را مؤاخذه خواهم کرد. جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا.